سلام و درود بیننده های عزیز. با مسابقه جدید کوروش رجبی در مقابل بلال حسین پاکستانی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. معرفی هر دو فایتر انجام شد. حالا هم داور قوانین را به هر دو فایتر میگه. بدون معطلی میریم سراغ راند اوله. این مسابقه راند اول آغاز شد. ببینید که در همون شروع چپ و راست از طرف کوروش رجبی و خیلی سریع بلال حسین چسبید به پاهای کوروش رجبی. در این صحنه دفاع خیلی خوب از طرف کوروش رجبی از زیر دستان بلال حسین خودش را کشید و تلاش برای سابمیشن گیوتین که موفقیت آمیز نبود. چپ و راست خیلی خوب از طرف کوروش رجبی. ببینید جب و آپرکات خیلی خوب به صورت بلال حسین. دوباره ضربات پی در پی به سر و صورت بلال حسین میکوبه. واقعا در ایستاده خیلی خوب شروع کرده. همچنان چپ راست خیلی خوب. یک راست دیگر به صورت بلال حسین. در این صحنه ببینید که بلال حسین رفت برای تیک داون. پانچای پی در پی از کوروش رجبی به سر و صورت بلال حسین میکوبه. ضربات خیلی خوب کمر کوروش رجبی را محکم گرفته. همچنان تلاش برای تیک داون و یک تیک داون از بلال حسین. بالاخره کوروش رجبی را بر روی زمین بردم و دوباره خیلی سریع کوروش رجبی از زیر دستان بلال حسین خودش را کشید. یک ریورس و تیک داون از کوروش رجبی. میبینید که دوباره بلال حسین خیلی سریع بلند شد و یک تیک داون فوق العاده عالی از کوروش رجبی. به چه زیبایی بلال حسین را سر و ته کرد و بر روی زمین کوبید. همچنان تلاش برای ریورس از بلال حسین در بک کنترل کوروش رجبی و در فول ماونت. جای خیلی خطرناک هست. شرایط برای کوروش رجبی سخت شد. میبینید که تلاش داره از زیر دستان کوروش رجبی خودش را در واقع زیر دستان بلال حسین خودش را بکشه. اورنجای خیلی خوب از بلال حسین و یک ریورس زیبا از کوروش رجبی. به چه زیبایی از زیر دستان بلال حسین خودش را کشید و تلاش برای سابمیشن آرمبار از بلال حسین که موفقیت آمیز نبود. پانچای زیبا از کوروش رجبی به سر و صورت بلال حسین کوبید. همچنان مسابقه تحت کنترل کوروش رجبی هست و پانچای پرقدرت به سر و صورت بلال حسین. دوباره بلال حسین بلند شد و در این صحنه زبان خودش را بیرون کرد. هوکای چپ و راست از طرف کوروش رجبی. چه کامبینیشن زیبایی. ببینید بم 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 به سر و صورت بلال حسین پرتاب میکنه که یک لحظه در این صحنه گیج شد. هایکیک زیبا خیلی شلاقی به سینه بلال حسین پرتاب کرد. همچنان هوکای چپ و راست از کوروش رجبی خیلی خوب ضربات خودش را به سر و صورت بلال حسین پرتاب میکنه. دوباره رفت برای تیک داون و یک تیک داون فوق العاده عالی از کوروش رجبی. برای دومین بار در راند اول بلال حسین را بر روی زمین برد و در این صحنه دوباره بلال حسین زبان خودش را بیرون کرد که یعنی مار کبرا هستون. ببینید پانچای پی در پی از بلال حسین. تلاش برای سابمیشن آرمبار و پایان راند اول. به شدت هر دو فایتر خسته شدن، مخصوصا کوروش رجبی. واقعا خیلی طوفانی راند اول شروع شد. میریم سراغ راند دوم. این هم از آغاز راند دوم. چپ و راست از بلال حسین. همچنان چپ و راست زیبا از کوروش رجبی و صورت بلال حسین پرتاب کرد. همچنان فشار از طرف هر دو فایتر. در این صحنه حرکات کوروش رجبی را میبینید. به بلال حسین اشاره میکنه که بزن یک هوک چپ و راست و یک مدل کیک زیبا. در این صحنه به سینه بلال حسین پر قدرت نشست. همچنان چپ و راست از بلال حسین و ضرباتی از کوروش رجبی. ببینید که سر و صورت بلال حسین شدیداً با همین ضربه کات خورد و آسیب دید. چپ و راست از کوروش رجبی. یک جب و البته دو ضربه جب بود که به صورت بلال حسین پرتاب کرد. دوباره هوکای چپ و راست از کوروش رجبی. ببینید به سر و صورت بلال حسین پرتاب میکنه و بلال حسین هم بدون دفاع ضربات را نوش جان میکنه. همچنان چپ و راست دیگر از کوروش رجبی و حرکات جالب کوروش رجبی را میبینید که بلال حسین را مورد تمسخر قرار داد. چپ و راست از بلال حسین و در جواب از کوروش رجبی سر و صورت بلال حسین شدیداً آسیب دیده و خونریزی از هر دو طرف چشم‌ها و ابروهای بلال حسین هست. چپ و راست از
کوروش رجبی ضربات پرقدرت به سر و صورت بلال حسین پرتاب میکنه که اصلا بلال حسین راه خودش را گم کرده. میبینید اصلا نمیفهمه کجا هست، مسابقه جریان داره نداره و در این صحنه داور مسابقه را متوقف کرد تا خونریزی ابروها و چشمهای بلال حسین بررسی بشه و اینکه مسابقه را ادامه داده میتونه یا خیر. ادامه مسابقه در وسط قفس همچنان چپ و راست از بلال حسین، البته یک ضربه چپ بود و در این صحنه چپ و راست زیبا از کوروش رجبی، همچنان چپ و راست زیبا و ضربات طوفانی از کوروش رجبی. لحظات پایانی راند دوم هست و این هم پایان راند دوم. همین حرکات کوروش رجبی هست که باعث ترس و وحشت بلال حسین میشه و بلال حسین خسته و کوفته هست، اما کوروش رجبی رو میبینید این حرکات کاملا باعث ترس بلال حسین شد. میریم سراغ راند سوم و فاینل راوند. این هم از آغاز راند سوم. دوباره ضربات طوفانی از کوروش رجبی، اقدام به تک داون از طرف بلال حسین، چسبید به پاهای کوروش رجبی همانطور که میبینید و یک تک داون که یک ریورس عالی از کوروش رجبی و دوباره حرکات جالب و فان کوروش رجبی را میبینید که بلال حسین را در حد لالیگا تحقیر کرد. سابمیشن رنک چوک به صورت ناگهانی از کوروش رجبی اجرا شد. ببینیم که بلال حسین تسلیم خواهد شد که نشد، اما همچنان کوروش رجبی در فول ماونت هست. میبینید ضربات پرقدرت به سر و صورت بلال حسین پرتاب میکنه، پانچای پی در پی همچنان در فول ماونت هست و یک ریورس است. بلال حسین بالاخره مسابقه را تحت کنترل گرفت که نه، کوروش رجبی اجازه نداد. دوباره خیلی سریع هر دو فایتر بلند شدن، اقدام به تک داون و یک تک داون از کوروش رجبی برای چندمین بار هست. بلال حسین را بر روی زمین میبره، پانچایی از کوروش رجبی در این صحنه حرکات یوگا را بر روی بلال حسین اجرا میکنه. همانطور که میبینید در این صحنه فکر کنم بلال حسین گریان داشت. یک اورنج زیبا از کوروش رجبی خیلی زیبا به لب و دهن بلال حسین نشست. همچنان میبینید که دوباره از او حالت کوروش رجبی بلند شد. بلال حسین تقریبا تمام هست. واقعا در این صحنه کوروش رجبی ادامه مسابقه را در سر پا کرد و میبینید که حرکات نیک دیاز را اجرا میکنه. یک حمله و یک جب زیبا از کوروش رجبی که دوباره بلال حسین زمین خورد به معنای واقعی کلمه. در کشور خودش، در شهر خودش، در حد لالیگا مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفت و به بدترین شکل ممکن توسط کوروش رجبی تن به شکست داد. واقعا فوق العاده عالی بود، هم در ایستاده هم در زمین. در ایستاده که اصلا حرفی برای گفتن نداشت بلال حسین، در زمین هم کاملا مشخص شد و دامینیت کاملا هر سه راوند را کوروش رجبی برنده شد و کمربند قهرمانی سازمان IFT پاکستان را هم از آن خودش کرد. واقعا مسابقه جذاب و دیدنی بود. به شخصه از تماشای مسابقه لذت بردم. امیدوارم شما هم از تماشای این مسابقه جذاب و دیدنی لذت برده باشید و لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی و مسابقات بعدی. خدا نگهدار.